اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد ماشاءالله. آقا حجتون مقبول. نگفت من کجا بودم. کجا بودی؟ الان جدیدن هر مهمون خارجی داریم وارد صحنه میکنیم شما میری لباسشون رو میگیری. من رفتم تا خود اندونزی. بین 280 میلیون ماشاءالله اندونزی گشتم. خب یه نوجوان خوشتیپ خوش صدا گوله نمک پیدا کردم آوردم. گوله نمک. باری اینم بگم اولا که اندونزی معروف به کشور اسلام خندان. حامد تو مکه دیدی که بله بیشتر تعداد حجاج هم مال اندونزی. البته کشور پولدار و نمیدونم سرمایه‌داری نیست ولی چون اسلامیه و از قدیم اسلام اونجا رشد کرده مردمش متدینن و ویژگیشون به شاد بودنشه. انواع و اقسام مراسمات مثل حالا کشور خود با که یه رقص های محلی دارن خیلی کشور شادیه. مثل کردستان ما. منبع قربان اونجا. بله خدمت شما عرض کنم که یکی از رقبای جدیه قاریای ایرانی در مسابقات جهانی هم همیشه قاری اندونزی بوده. همیشه هم خوب میخونن. اصل جنس رو براتون پیدا کردم آوردم. تشویقش کنید. ماشاءالله. بفرمایید آقای محمد الفاروق. شما میخوایم اونجا بیستید استاد؟ نه من میخوام بشینم ساعت تماشا کنم. ولی حاج احمد الان لباس اندونزی پوشیدید شما مثلا؟ نه حاج احمد اندازه من نبود. اندونزی کلاهو برداشتی گذاشتی. ولی خدای حاج احمد لباس عوض میکنی یک جوری دیگه دوستت دارم. خیلی با نمکی به جان خودم. آره خیلی باحالی. تصویر کنی حاج احمدو. ببین من مثلا یه توضیح در مورد کلاه بدم. تو تمام کشورهای دنیا رسمه که تو مسجد کلاه میذارن مخصوصا در موقع تلاوت قرآن. آقا حامد میدونه. استاد میدونه. توی کشور پاکستان ما رفتیم نماز بخونیم یه آقا پسری اومد وایساد بدون کلاه نماز خوندن. یه پیرمردی ناراحت شد بلند شد. اونجا توی مساجد پاکستان مثل کشور ما که جا مهری هست اونجا جا کلاهی هست. رفت یه کلاه برداشت با عصبانیت اینجوری حالا داشت تفلک نماز میخوند. چنان این کلاه رو برای اینکه تنبیهش کنه کوبید تو سر این پسره دیگه نماز نخوند. 16 تا سجده رفت. دیگه مسجد نشد. حاج احمد برای این گذاشتن. حاج احمد کامل توضیح بده. فرض کن الان حامد داره نماز میخونه اون کلاه نه سو استفاده نکن. حاج احمد جواب نده.